السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از وفات پادشاه یمن تبان ابن اسعد، پسرش حسان پادشاه شد و ملکش بزرگ شد و لشکری بزرگ داشت. وقتی قوت و ملکش را دید، کبر و غرور کرد و گفت با من هیچ کسی خودش را برابر کردن نمیتواند. با لشکری بزرگش برآمد و قسم یاد کرد که با عرب ها و غیر عرب ها می جنگم و همه دنیا من را باید اطاعت کنند. از بزرگانش پرسید کدام دولت بزرگترین است تا بجنگم؟ گفتند فارس ها. گفت با فارس ها می جنگم. فارس ها هم ملک بزرگ داشتند، ابوالقدرت بودند و به طرف ایران حرکت کرد. در راه بزرگان یمن در بین خود مشورت کردند. گفتند چرا حسان خودش را با ایران برابر میکند؟ یعنی ما شکست مییابیم اگر با فارس ها جنگ کنیم، باید چاره ببینیم. حسان بسیار احتیاط میکرد. هر کسی به نزدش میدر آمد، یعنی به سلاح به نزدش میدر آمد، هر کسی نباشد بجز برادرش با سلاح به سلاح آزاد به نزد حسان میدر آمد. برادر حسان عمر. بزرگان قوم عمر را به نزد خود خواندند و با او مصلحت کردند. گفتند میبینی که برادرت چی میکند؟ ما را برباد میکند. یمن از دست ما میرود، میخواهد با ایران جنگ بکند. چاره باید ببینیم. اگر تو حسان را بکشی، هم ما خلاص میشویم، هم یمن از تباه شدن خلاص میشود. بعد از برادرت تو پادشاه میشوی. ما راضی هستیم که تو پادشاه شوی. ذوالعین یکی از بزرگان یمن بود و او راضی نبود که عمر برادرش را بکشد. ذوالعین به عمر گفت برای ملک دنیا برادرت را نکش. کسی این کار را کرده است خودش را در مشکلی بزرگ گرفتار کرده است. اما عمر باشد برای پادشاهی تیار بود که برادرش را بکشد و سخن ذوالعین گوش نکرد. ذوالعین یک خط نوشت و به عمر داد و گفت کدام وقتی که گفتم همین خط را بخوان. عمر به نزد برادرش حسان در آمد. با خود خنجر داشت و او را کشت. بعد از مرگ حسان عمر پادشاه شد و با گذشتن روزها شبها فکر برادرش او را نمیگذاشت که خواب برود. راحت را نمیدید. بسیار خسته شد. طبیبان و جادوگران با او هیچ فایده ای نمی رساندند. می گفتند این همش برای که برادرت را کشته ای. فکر او تو را آرام نمی گذارد. عمر پرسید چی باید کنم؟ طبیب گفت کسی که تو را مشورت داده است که برادرت را بکشی، او باید کشته شود. عمر کرد همه آنهایی که با او مشورت داده بودند که برادرش را بکشد جمع کنند. همه را جمع کردند. در بینشان ذوالعین هم بود و یک تا آنها را کشت. نوبت ذوالعین رسید. ذوالعین گفت من با تو مشورت نداده بودم که برادرت را بکشی. یک خط در نزد تو دارم، اگر باشد او را بخوان. عمر خط را کشاد. در خط یک مصرع شعری نوشته شده بود: خوشبخت کسی است که آرام میخوابد، نه کسی که مال و ملک دارد. ذوالعین گفت من تو را نگفته بودم که برادرت را نکش. من تو را هیچ وقت مشورت ندادم که برادرت را بکشی.
عمر ذوالرعین را نکشت و او را آزاد کرد. بعد از سالهای عمر هم وفات کرد. پسران ربیعه ابن نصر برای ملک را به دست بیارند در بین خود اختلاف میکردند، جنگ میکردند و یمن به چند تقسیم شد. یعنی هر کسی از پسرانش یمن را به سوی خود میگرفت. یمن را پاره پاره کردند، چند تقسیم شد. وقتی یمنی ها بین خود جنگ میکردند برای قدرت، مردی آمد، بزرگی دزدها بود، لخنویع بزرگی دزدها بود و با دزدها به یمن در آمد. از وقت فتنه استفاده بود و با خود طرفداران را جمع کرد. لشکری بزرگ جمع شد و پادشاهی یمن شد. بسیار گناهگار بود، ظالم بود، همه از او نفرت میکرد، ولی قدرت در دستش بود. یکی از فرزندان تبان ابن اسعد ذونواس با گذشتنی وقت، با گذشتنی زمان لشکر جمع کرد و توانست لخنویع را بکشد. و بار دیگر فرزندان تبان ابن اسعد پادشاه شدند. ذونواس پسر تبان ابن اسعد است. بار دیگر پادشاهی به دست فرزندان تبان ابن اسعد رسید. وقتی حکم ذونواس یک حادثه شد که در عرب ها دیگرگونی آورد. یک نصرانی از یکتاپرستان بود، در سوریه زندگی میکرد، دعوت میکرد. این در آن وقت شام میگفتند. در شام زندگی میکرد و به نصرانیت دعوت میکرد. روز به نصرانی دزدها حمله کردند، پول و مالش را گرفتند و خودش را به شخص فروختند که از نجران بود. نجران یکی از منطقه های سعودی و با یمن نزدیک است، یعنی گویم که در گرانیتسا، در حدود یمن است. نصرانی فیمیان نام داشت. او را به نجران آوردند. اکنون فیمیان غلام شد، مالکش نجرانی است. فیمیان روز کار میکرد، شب در عبادت مشغول بود. بسیار شخص عابد بود، کرامات داشت. شب مالکش آمد تا ببیند چی میکند فیمیان. از دوری خانهش روشنی میکرد. وقتی نزدیک شد دید که نوری میبراید. در خانه فیمیان را گشاد، دید که از درون نور میبراید. از فیمیان پرسید این چی نوری است از اطراف توست؟ تو کی هستی؟ فیمیان دین خود را به مالکش شرح داد. اهل نجران در آن زمان درخت پرست بودند، یعنی مشرک شدند. بعد از ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام هر قبیله سنگ و درخت و آتش می پرستیدند، یعنی مشرک شدند. اهل نجران هم درخت پرست بودند. فیمیان به مالک خود گفت اگر خدای من خدای تو را نیست کند، خدای من را می پرستی؟ نجرانی گفت بله، خدایت را می پرستم. فیمیان گفت پس این طور باشد مردم را در گردی درخت جمع کن، یعنی همان درختی که عبادتش میکنه مردم نجران را جمع کن و میبینیم که پیروز میشود. روز را معین کردند، مردم در گردی درخت جمع شدند. فیمیان نشست، شروع به دعا کرد، بسیار دعا کرد. الله متعال دعایش را قبول کرد و از آسمان رعد و برق نازل شد و درخت سوخت. همه اهل نجران این ماجرا را دیدند، فهمیدند که حقیقت با فیمیان است و نصرانی شدند.
یکی از کسانی که از نجران بود عبدالله بود، نامش عبدالله، با چند نفر از علمای نصرانی به یمن سفر کردند برای دعوت و در یمن پنهانی عبادت میکردند. برای اینکه اهل یمن یهودی بودند، یعنی اگر قصه پیشتر رو در یاد بیارید، تبع دین یهود را در مدینه منوره قبول کرد و به یمن رفت. اهل یمن یهودی شدند. اکنون نصرانی ها به یمن آمدند و میخواستند مردم یمن را به نصرانیت دعوت کنند، ولی پنهانی دعوت میکردند. پادشاه یمن زونواز جادوگر داشت. جادوگرانش پیر شده بودند. برای اینکه قوت خود را به مردم نشان بدهد از جادوگران یاری میطلبید. خواست جوانی زیرکی را پیدا کند و این علم جادو را با او بیاموزانند تا اینکه دوام بدهد جوان. جادوگران در جای بلند زندگی میکردند. یک جوان زیرکی را اختیار کردند. جوان هر روز به نزد جادوگر میرفت و جادو میآموخت. یکی از علمای نصرانی که از یمن آمده بود در پایان کوه زندگی میکرد. یعنی در همان راهی که جوان به کوه میرفت، در همان راه در پایان کوه عالم نصرانی زندگی میکرد. و روزی از روزها جوان آواز این عالم نصرانی را شنید، نزدیک شد، گوش کرد و همینطور هر روز گذر میکرد. عالم نصرانی کتاب انجیل را میخواند، جوان گوش میکرد و بعد به نزد جادوگران میرفت. روزها گذشت. جوان حقیقت را فهمید، دیگر نخواست به نزد جادوگران برود و به نزد عالم نصرانی نشست. جادوگران هم یک روز، دو روز، یک ماه مدتی گذشت. میبینند جوان دیگر نمی آید. به پادشاه زونواز خط نوشتند که جوان دیگر به نزد ما نمی آید، ناپدید شد. پادشاه جوان را جستجو کرد و به نزد خود خواند. از او پرسید چرا دیگر به نزد جادوگران نمی روی؟ در کجا بودی؟ چند روز؟ چند وقت؟ هرچندی از جوان می پرسید در کجا بودی، از او هیچ جوابی نبود. امر کرد او را رها کنید و از پشتش شخصی را روان کرد تا ببیند به کجا می درآید، به نزد کی می رود. دیدند به نزد پیرمردی می رود، یعنی عالم نصرانی را به نزد پادشاه آوردند. او را عذاب دادند تا که دینش را ترک کند، ولی او در عقیده خود استوار بود. نصرانی را کشتند. اکنون نوبت جوان بود. هرچند با جوان سختی میکردند اما بیفایده بود. عذابش دادند، بیفایده بود. از نصرانیت برنگشت، دین خود را ترک نکرد. پادشاه امر کرد جوان را در بحر اندازند. جوان را در کشتی سوار کردند. وقتی میخواستند او را در بحر بیاندازند، موج بزرگی آمد. یعنی یک آبی از درون بحر جمع شد، موج بزرگ شد و کشتی را روی دیگر کرد. همه غرق شدند، همه هلاک شدند. جوان زنده سالم برگشت به نزد پادشاه. پادشاه در تعجب ماند، کجا هستند مردم؟ گفت همه هلاک شد به غیر از من. امر کرد جوان را از بالای کوه اندازند. جوان را به کوه بردند. وقتی میخواستند از بالای کوه او را بیاندازند، کوه در لرزه در آمد. همه افتیدند، همه هلاک شدند.
بجوز همین جوانی پاک. بار دیگر نجات یافت، به نزد پادشاه آمد. به هر راهی که میخواستند جوان را بکشند نمیشد، برای اینکه خواستی الله نبود. چطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمودند اگر همه دنیا بر ضد جمع شوند، خواستی الله نباشد، هیچ کاری تو را کرده نمیتونند، هیچ آسیبی برات نمیرسانند. همین طور با جوان شد. هر کاری که میخواستند با جوان بکنند نمیشد. به هر طریقی که جوان را میخواستند بکشند نمیشد. الله هر بار جوان را نجات میداد. جوان گفت ای پادشاه، تو من را میخوای بکشی؟ پادشاه گفت بله، من همین را میخواهم. گفت فقط به یک راه من را میتوانی بکشی. پادشاه گفت چطور؟ جوان گفت در میدان کشاد همه مردم را جمع کن و من را در درختی ببند و بگو بسم الله، به نام الله همین جوان، و با نیزه بزن. مردم را جمع کرد پادشاه، مردمی یمن را جمع کرد، یعنی زونواس مردم را جمع کرد. مردم همه میدیدند چی است؟ دیدن همون جوانی است که پادشاه نمیتواند بکشدش. گفتند چی خبر باشد؟ پادشاه با آوازی بلند گفت به نام خدای همین جوان، و با نیزه زد. جوان کشته شد، یعنی شهید شد. مردم در تعجب ماندند. پادشاه به هر نوع جوان را کشته نتوانست. هر حیله و هر نیرنگی کرد جوان را کشته نتوانست. وقتی گفت به نام خدای همین جوان، جوان را توانست بکشد. مورخین میگویند مردمی که جمع شده بودند 20,000 مردم بود. همون 20,000 مردم، همون 20,000 نفر که جمع شده بودند نصرانی شدند. اکنون بجایی که پادشاه مردم را بترساند که کسی از دین نمیگردد، کسی من را اطاعت نمی کند، عذابش همین است، برعکس شد. یعنی مردم را میترسان، ولی مردم به دین نصرانیت در آمدند. جوان زیرک بود، در حقیقت زیرک بود. خود را قربانی کرد و 20,000 نفر را در یک روز به شریعت نصرانیت در آورد. یعنی فکر کنید، مردم پنهانی دعوت میکردند، جوان در یک روز 20,000 یمنی را به دین نصرانیت در آورد. پادشاه در غضب شد، گفت بجای اینکه عبرت بگیرید، بجای اینکه شما عبرت بگیرید در دینش در آمدید، امر کرد که یک زمین را، یک جای زمین را چقوری بزرگی بکنند و چقوری را پر از چوب ها بکنند و آتش بزنند و یک تا مردم را می آوردند، می گفتند از دین نصرانیت نمی گردی، اگر نمی گشت با آتش می انداختند. یک تا مردم مردم را به آتش انداختند. این قصه را الله متعال در سوره بروج، یعنی در سوره و السماء ذات البروج ذکر کرده است و از رسول الله صلی الله علیه و سلم در بخاری و مسلم هم روایت شده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نوبت زنی شد
با کودک شیرخورش بود. زن تردید کرد، ترسید که چطور با کودکش در آتش می درآید. یعنی از خودش نه، از کودکش ترسید. یعنی طفلم گفت، طفلم خرد است، طفلم را به آتش می اندازم. در اینجا یک معجزه بزرگی شد. یک معجزه شد که الله متعال به سببش هم دل زن را با قوت کرد، هم کسانی که از پشت زن بودند. کودک به امر الله سخن کرد، گفت ای مادر نترس، تو نترس، به درستی تو به سوی جنت روان هستی. زن را با طفلش به آتش انداخته. یکی از کسانی که نصرانی بود از میدان گریخت. حالا نوبتش نآمده بود، گریخت. دوس ذو ثعلبان. دوس ذو ثعلبان بسیار شخص چالاک بود، تیز می رفت. وقتی گریخت از پشتش چند سربازی رفت و او به صحرا در آمد. زمین صحرا قمزار است و هر کسی نمیتواند در قم بدود. وقتی که به زمین یعنی به صحرا در آمد، به جوی قمزار، دیگر سربازان نتوانستند از پشتش بروند و او نجات یافت. از یمن بیرون رفت و فکر میکرد چطور اکنون از پادشاه یمن قصد خود را بگیرد. 20,000 را کشت. 20,000 یمنی را برای اینکه نصرانی شدند پادشاه یمن زونواس کشت. دوس فکر کرد از پادشاهان ابوالقدرت کیست نصرانی؟ به فکرش آمد قیصر، پادشاه روم، یعنی پادشاهی ایتالیا. آنها هم نصرانی بودند و گفت به نزد قیصر می روم، یعنی به ایتالیا می روم. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی یک جای می شنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.